مرکز مطبوعات وزارت کورای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 25 ایول بر اثر برخورد دو ماشین مرسدس در حدود دهه رباط جماعت انزاب نویه عینی در شورای دوشنبه خوجند 3 نفر به هلاکت رسیده، 4 تن دیگر جراحت برداشتند. بنا به اطلاع وزارت کورای داخلی 24 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 14:30 راننده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز دولت مرادزاده محمد اکرام سال تولدش 1998 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود دهه رباط جماعت دیهات انزاب نویه عینی از عهده اداره نمودن افت-ماشین نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به افت-ماشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره سفاروف ابوبکر عبدوغنیویچ سال تولدش 1982 ساکن شهر پنجکند برخورده است. در نتیجه راننده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز دوم سفاروف و مسافرش ایداروف دلشاد سنگلیویچ سال تولدش 1975 ساکن شهر پنجکند جراحت وزن برداشتند و در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافر افت-ماشین تمغه مرسدس بنز دیگر عمروف عبدوواسط سال تولدش 1999 ساکن شهر ایسار از جراحت‌های برداشتش در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اینچنین راننده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز دولت مرادزاده و مسافرانش عمروف عبدالرؤوف سال تولدش 2000، حلیموف محمد موسی سال تولدش 2004، حلیموف ذکرالله سال تولدش 2005 ساکنان شهر ایسار جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هفته گذشته در دو صدمه دیگر در حدود نویه عینی 6 نفر به هلاکت رسیده بودند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب میشوند. بنا به آخرین معلومات وزارت کورای داخلی که روز 19 ایول نشر شد، در 6 ماه اول سال 2022 در تاجیکستان 482 صدمه روی داده. در این صدمه ها 180 نفر به هلاکت رسیده، 509 نفر جراحت برداشتند. 10 تن از قربانیان صدمه ها را در کشور نابالغان تشکیل می دهند.